چشمی که ایمان داره اصلا به نامحرم نگاه نمیتونه بکنه. اگر پرهیز کنیم از گناه این ایجاد میشه. شما نمازتو بخون، نماز صبح خود 2 رکعت دیگه، بیشتر لازم نیست بخونی. 2 رکعت نماز صبح میخونی، اما چون گناه نمی کنی این میمونه برات. فردا 2 رکعت دیگه میخونی، اونم میاد روی این. وقتی این تبدیل میشود به روح ایمان در وجود شما. همه وجودت را ایمان تسخیر میکنند. اگه دست من ایمان داشته باشه اصلاً به دست نامحرم نمیتونه بچسبه. چشمی که اون حیات ایمانی، روح ایمانی درش هست، عرض کردیم این به نامحرم نگاه نمی کند. اشتباهی هم شاید نگاه نکند.